سلام بچه‌ها، خوش اومدید ویدیو جدید ما آشنا شما. او مامانی هم ولی امروز برنامه چی بود؟ آنباکس چی؟ یک چیز حالا بریم پایین بزنیم. نه بکشیم بکشم بچه‌ها میکروفون گرفتیم برای باقیت مایک خریدیم. میکروفون گرفتیم براتون ویدیوهای بهتری بگیرید، صداش با کیفیت‌تر باشه. حالا دور میگم چند وقت دیگه هوا شده اوکی میکنه. بله. حالا ما داریم میریم طرف دیجی که هم آنباکسش کنیم، درجا براتون بقیه ویدیو رو بگیم. اینجا اینو مطمئن. آنباکسش کنیم. چون که نشستیم یا آنباکس اصلا زحمت کشن آیلون رو برداشت. یه حواسم نبود بعد ویدیو بگیریم. آشکار نریزید. حالا من میرم بیرون دارم میریزم. بازش کن. بایجی فرگاه. اما این میکروفونه یا ایرپاده؟ بایجی میکروفون خفنه. باشه ایرپاد سایز 3X. خیلیش باحالیا. پشمون دانگل تا دانگل چیزه اپل. ما الان آیفون داریم بذار. پش. چه چیز رنگی؟ عکس چیشه؟ مایکاشه؟ مایکه. دانگله. این دانگلشه. الان اینو باید وصلش کنیم به گوشی. حالا تستش هم می‌بریم. همه رو به چی ببینیم؟ همه رو به چی اینجا؟ تستش تو حرم. الان نه بعد ویدیو حرمو میگفتی. خب بذار. چپ پرینام بیا راست. جواب دوستان. شبیه چی هست؟ بونبونو هست؟ شبیه اینا. خدا جدا شبیه چیه؟ قابل شارژ چیه؟ نه. شوی این کیفیت بکشی کنه. از اینجا به این هم ندید این مرکزش. خب کیفیت چطور شد؟ آره کیفیت چطور شد ناموسن؟ اگه خواستیم یوتیوب رو شروع کنیم جدا شوخی نمی‌کنم. من الان با اینکه 2 تا ویدیو گذاشتم واقعا خیلی خوشحالم. صدا چطور شد؟ صدا عالی شد حاجی. خب حاجی الان خواهیم در مورد اومدیم اینجا کتاب بگیریم. آره دیگه کنار دوست سلام مایکو بدیم بهشون. آره که صدا چه این باشه به خدا این ایرپاد سیکس لونز او اپل تازه این آورده. اپل. اوکی حاجی حالا بریم برای چی؟ کتابا محاسبه. ویدیو جدید ما واسه نوکر باز تو اومدی اینجا باز ما رو تبخ کنی. آقا در مورد کتابا دکم بهمون بگو. ببین کتابا که کتابای خفنیه. کدومو میخوای؟ چه ژانری میخوای؟ من این سری میخوای چی بندازم بهت؟ زدا نکن آقا. من اینو گرفته بودم ازت. خب و تونستی کسی هم متقاعد کنی یا نه؟ به خدا جی نخوندی اصلا؟ خوندی یا نخوندی؟ نه دکوری گرفتم ازت. از کتاب خوشگلی برای دکوری. ما حتی دروغ نباشه از این کتابا برای دکور میفروشیم. برای خب خیلی از کتاب خون خیلی کم پیدا میشه. جدیدن دیگه اومدن که کتاب بگیرن بزنن دکوری. بابا الان اصلا این نگاه نبرد من ما از این کتاب میاریم. ببین داش و هیتلر رو هی میاریم هی میبرن. اصلا ببین من باور کن یه نفر نخونده. جدی اینو بهت میگم یه نفر نخونده. فقط در دیواره. در دیوار. باز مثلا یه سری لوس بازی‌ها هست مثلا چی بهت بگم مثلا کتابای ما میاریم که بچه‌ها میخونن ولی میبرن که بخونن ولی من مطمئنم نمیخونن. مثلا دنیای صوفی رو میگیره که پوز بده یعنی صرفا همینجوری. اینو آره دنیای صوفی من مطمئنم کسی نخونده یعنی 80% کسایی که میگیرن نمیخونن. من مطمئنم.
لطفا گوسفند نباشید. این حتما بگیر به در کادو خوردن. ببین کادو خورش ملسه ها. فکر کنم روغن رو باز میکنی لطفا گوسفند نباشه. خیلی جواب من همیشه این بعد کادو بده. راستی چرا مرد شد؟ راستی من چه اینجور والا قصد تخریب ندارم ولی خیلی شبیه گوسفندی. خوشحالی میپری بالا. نه احتمال بین دخترایی مثلا چون اینا دو سه تاشم صورتی هست. نه این شایده خوشحال شدی آره یس بالاخره گوسفند شد. فکر نکن بالاخره با آنچه باید رسیدم. آره دیگه عزیزم. بعد دیگه این بالا ما معمولا کتاب رمان رو میذاریم. این پایین هم کتاب روانشناسی. حالا این نازنین یکی استثنا چون روانشناسی هم تموم شد معلومه اینجا خالی بود. نازنین در مورد چیه؟ فئودور داستایوفسکی. کلا فئودور داستایوفسکی یه نویسنده کلاسیک روسه که کتاباش مثلا حول محور رئال می‌نویسه. ببین رئال نوشتن یعنی به واقعیت خیلی نزدیکه. یعنی واقعیت نزدیکه. آره. بعد داستایوفسکی دیگه سبک نوشته خودش داره. کسی که خونده باشه میفهمه. بعد داستایوفسکی یه آدمیه که زندگیش دو بخش میشه. یه جا داستایوفسکی رو میخوان اعدامش کنن به خاطر اینکه توی قضیه سیاسی گیر میکنه اعدامش میکنن. ببین یه اکیپ از رفیقاشو میگیرن اینا رو میبرن تیربارون میکنن. بعد داستایوفسکی و رفیقای دیگه‌اش اکیپ دیگه‌ای بودن. خب اینا قرار بوده برن بالا. آقا دسته اینا رو میبندن. داستایوفسکی و بچه‌ها رو میبندن. میان که تیربارون کنن یه یاروی میاد میگه که آقا لغو شده پادشاه گفته که لغو و فلان و اینا رو بیاریم پایین. ببین اون لحظه داستایوفسکی با شوال خیس برمیگرده. آره برمیگرده میاد پایین و کتاب‌های خفنش رو می‌نویسه. خودش داره میگه توی خاطراتی فکر کنم خونده بودم میگفت که اون صحنه برای من درسی شد که من مرگو ببینم. بعد از اون قضیه کتاب‌های خفن و معروفشون می‌نویسه. کتاباش آره کتاب ابله رو نداریم. اتفاقا همین چند دقیقه پیش با اون خانم که دیدی فروختیم. جنایت مکافات داریم با ترجمه مهری آبی. اگه می‌خواستید بخونید اصلا حتما از این ترجمه بخونید. بعد کتاب برداران کارامازوف که خیلی هم معتقدن این از اون کتاباست که زندگی تو عوض می‌کنه. از اون کتابا اینقدر اصلا از فئودور داستایوفسکی داریم که اینا کتابای خفن داستایوفسکی که بعد از اون قضیه اتفاق افتاد. حالا در مورد داستایوفسکی یه چیز باحال دیگه هم میگم. کتاب قمارباز. این کتاب داستایوفسکی فکر می‌کنم توی 2 هفته 3 هفته نوشته. خب خودش تو قمار گیر کرده بوده بعد یه عالمه بدهی میاره. یه عالمه بدهی میره تا خیر دو قرض. به خاطر اینکه قرضشو بخواد پاس کنه یه کتاب باید می‌نوشته. این کتابو تو بدبختی از تجربیات خودش می‌نویسه. این کتاب خیلی کتاب باحالیه ولی نسبت به بقیه کار داستایوفسکی یه مقدار لولش پایین‌تره. من همیشه به بچه‌ها میگم میخوام بیان بخونن میگم که اگه کار داستایوفسکی شروع کردین از کارهای سبک‌تر شروع کنین. اسمش دیگه قمارباز کلا نه همین اسمی که میگه فئودور داستایوفسکی اسم خود نویسنده. آره کلا می‌دونی یه دونه شعار مثلا برای داش مشکل داریم ما داریم زحمت می‌کشیم تو نمی‌دونی چه بلایی سر ما اومده اعصاب من می‌ریزه. اصلا نگاه کن اسم شخصیت اصلی جنایت مکافات راسکولنیکوفه. یعنی تو 3 بار تونستی اینو تلفظ کنی. توی ابله یه خانم هست ناستازیا فیلیپوونا میگن اصلا دوفار بیا نگاه کن اصلا اسمو سخته مثلا ناستازیا فیلیپوونا راگوژین اصلا اسمو خیلی با کلاس. من دیگه این شکلیه داداشم. کتابای دیگه هم داره مثلا کتاب کوچیک داره همون شب‌های روشن از فئودور داستایوفسکی نازنین. بعد کتابای قطور هم داره که الان مثلا بهت نشون دادم دو تاشو جنایت مکافات و برادران کارامازوف. یه جونم بهت بگم که این ادبیات روسی است دیگه. این برادر که می‌بینی حالا اینجا ریشاش عکس خودشه یار خودشه بنده خدا. می‌بینی چه افسرده است دل شکست این کتاب بنویسه دیگه. بعد این اینقدرم خفن بوده روسیه اصلا نمیشناختن روسیه رو به مثلا نوشتار و نویسندگی و اینا اصلا معروف نبوده. این خودش یه تنه کل روسیه رو میاره بالا. این کل نویسندگی روسیه رو میاره بالا. اصلا کلا خیلی زیاد. اصلا قبلش هم بودن قبلش هم نویسنده‌های خوبی داشت روسیه. اما این یه نفر به کل اصلا تغییر میده داستانا. بعد یه سری شایعات هست میگن حالا چرا بردن کارامازوف واقعا طولانیه کتابای روسی چرا انقدر طولانیه چون یه نویسنده روس دیگه هم داریم لو تولستوی یا تالستوی جفتش درسته همش روسیه. آره اینم کلا ببین این نویسنده روس هم کلا کتاباش چیزه مثلا کتاب قطور داره کتاب کوچیکم داره ولی اصلی ترینش جنگ و صلح که این هم است. اسمش چی بود؟ عاطفه؟ آره عاطفه هنوزم یادمه به خدا بر ما خاک مادرم اینقدر ازش خون بیرون. خب
خب شما چیکار کردی؟ اینقدر ازش فاصله داشتم سینه‌مو سپر کردم کشیدمش بیرون. اینقدر بگو چقدر میتونه دردناک باشه. خیلی دردناکه. لغت بیشتره. یه کتاب اینقدری نوشته و میگن چرا اینا اینجوری مینویسن؟ به خاطر اینکه روسیه یه تایمایی مثلا یه جایی داره، مثلا شبای روشن هم همینه. یه جایی داره که مثلا 6 ماه روز شبه، مثلا 6 ماه سال شبه کامل، یعنی مثلا 24 ساعت همش شبی. مثلا نهایت غروب ببینی، اصلا صبح نمیشه. مثلا 6 ماه سال هم مثلا از اون برمیگرده. یکم مثلا هوا روشن‌تر میشه. به خاطر همین میگن چون شبای درازی داره روسیه به اصطلاح، نویسنده‌هاش هم یه پاتوق کافه‌ها، آره دیگه کافه‌ها میشستن اون زمانی که حالا کتابا خیلی ارج و قوه بیشتری داشت. زمان داستایوفسکی اینا میشستن تو کافه‌ها همونجور کتاب میخونن، دربارش صحبت می‌کردن. گوشی نبود. از دل همین صحبت‌ها. بعد گوشی که نبوده دیگه داداش من ببین قیافه این طرف نگاه کن، به نظر میخوره که مثلا یه بار تا با تو زندگیش تلویزیون فکر نکنم. آفرین داداش. آره واقعا مثلا با قیافه تومجی خیلی هم جری بود، یعنی شخصیت جریواری هم داشت. آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ برنده یه راننده تریلی هستم، ماشینم از خودم نیست، خونم از خودم نیست، هیچ کارباری هم نداره. بعد دیگه آره دیگه جونم بهت بگه که این روسیه است، با داستایوفسکی و لو تولستوی میشناسیم، البته که نویسندگان دیگه هم داره و یانوم. آفرین این کتاب به شدت ادبیه، یعنی بچهای 12 ساله میان اینجا. البته من دیگه تجرباً سعی میکنم تازگی این کتابو به خیلی خردسال‌ها نفروشم، من دیگه واقعا کیفیتی نداره، از کتابم زنده میشن. وقتی نیچه گریست هیچ ربطی به خود نیچه نداره، ولی از یالوم هم هست کتاب. من یه زمان فکر می‌کردم نیچه است، از یالوم هم هست و یالوم یه آدم بسیار روانشناس بسیار خفنه، روانشناس و رواندرمانگر. آره همین آقا یالوم کلی کتابای خفن هم داره. رواندرمانی اگزیستانسیال یکی از کتابای خیلی معروف یالومه. این اتفاق زیاد میفته. خودش نوشته، همین نوشته. آره بیشتر میدونی انگار تو قالب یک سری داستان ها مضامین روانشناسی یهو ریخته وسط، دربارش صحبت کرده. خیلی کتاب جذابیه. بعد دیگه ایشیگلی درستی عباس معروفی یه سال این کتاب رو به شایان میفروشی؟ ها؟ به شایان میفروشی کتاب رو؟ مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم. شایان یه مقدار به بلوغ فکری برسه میفروشه واقعا. نه الان شایان ببین به نظر من خوبه. نه مثلا من اگه بخوام به شایان بفروشم واقعا مثلا دختری که ماهران نوشین میفروشم، عاشق شایان در حال زندگی پر ریسک رو میکنم از همینجا شروع کنیم. آره دختری که ماهران نوشین میفروشم مثلا به شایان. اگه اصلا به شایان بستگی داره، اگه میخوای شایان آدم بشی و مسیر درستی رو پیش بگیری به نظر من دیگه از نازنین شروع کن. ببین کتاب چند نازنین شما روزی یه صفحه، شما روزی 2 صفحه هم بخونی این خیلی زود تمام میشه. وای 2 صفحه 50 روز صفحه تمام میشه. روزی 2 صفحه. مثلا معمولا به کسایی که میخوان تازه کتاب خون بشن کتاب کم 8 بر مثلا این کتاب شب‌های روشن، نازنین و مثلا اگر بخوان ایرانی باز بخونن از عباس معروفی، پیکر فرهاد و اینا رو میفروشیم بیشتر. کسایی هم که دیگه خودشون اهل دلن و اینها که دیگه اصلا سوال نمیپرسن، میگم آقا چند تا از این کتابای توسی رو بهم بهشون بده. توسی؟ فقط درو دکور. توسی. وقتی اینجا توسی. همین یکیش که بگو. آره این قطعا هست. خب اینم هست، نه من خریدم. روانشناسی تاریخ. وای اصلا قیافه آدمایی که اینو میخرن خیلی مشخصه. یعنی نگاه طرف 12 سالشه تا از دور میبینی که این روانشناسی تاریخ میخواد. اصلا کاملا مشخصه. این آره هنر متقاعد کردن اینا معمولا نوجوانا خیلی استفاده میکنن. نه تا کتاب دیگه هم داشت چی خریدم. آره ببین نگاه ادایی خیلی مثلا کتاب نداریم دیگه، مثلا اینو مثلا اونو خیلی پرحاشیه‌ن و بابا یه کتاب داریم اینقدر حاجی کتاب پرحاشیه‌ایه این کتاب، شاید بگم 100 بار من سر این کتاب همین وسط قش کردم از خنده. خب خنده داری درمانشو پهناور. خب درمان چه طرف مثلا زنه میاد درمان شوپنهاوره، خب اسم طرف شوپنهاوره، بعد اینا نمیتونن تلفظ کنن، طرف میاد میگه آقای محترم شما کتاب درمانشو پهناور رو دارین؟ یا پهناور میخوای درمانشو اینا درمانشو، یا مثلا یه کتابش ابله خیلی هم کتاب خفنی ها درمانشو پهناور مثلا درمانشو پهناور مثلا
یا مثلا چیز یه کتاب دیگه همشه ابله. ابله خیلی نوشته شده تازگی البته اینجوری درست کردن ارشو میذارن. ابله خب ولی ابله خیلی شبیه آبله نوشته میشه. ببین اینا نیا دیوانه‌مون کردن. طرف میاد میگه یه کتاب میخوام از آبله داستایوفسکیش به کنار که اصلا داستایوفسکی آبله دارین؟ من بهش آبله ندارم مرد اصلا تهدید جنبانی. ولی خب مثلا کتابا اینجوری اسمشون هم بعضا در میره دیگه. یا مثلا آره الان اون کتاب شوکه که ما اشاره نکنیم اون بنده خدا رو اونا که میدونن آره دیگه بهت بگم که قوانین دوباره گفتی آقا همون لحظه نگیرسته همون لحظه بوق میزنم برای آقا قوانین نفوذ برای بچه‌ای که میخوان نفوذ کنن به آدم‌های مختلف خیلی جوابگوه و قوانین نفوذ یکی از کتاب‌های خیلی معروف و تازگی هم به بچه‌ها خیلی پیشنهاد می‌کنم. یکی از کتابایی که روانشناسی ما تو بحث کتاب و اینا دو تا روانشناسی داریم. روانشناسی زرد یا بدون فکت، روانشناسی با فکت. خب مثلا اینکه بنویسی تا اتفاق بیفته که کسی استفاده نشه بنویسه بعد به همون ارتباط علمی وجود نداره. بهم میگیم روانشناسی بدون فکت. اما روانشناسی با فکت میشه کتابی که آقا مثلا از لحاظ دیده یه سری روانکاو خیلی بورژوا قابل پذیرشه. مثلا هنر شفاف اندیشیدن یکی از اون کتابای روانشناسی با فکته. کلا انتشارات از انتشارات میلکام کلا کتاباش روانشناسی با فکته. همه‌شو میتونی بهش اعتماد کنی. یه سری کتابا هست که آره دیگه روانشناسی بدون فکته. مثلا میگم 365 روز شکرگزاری. خب ببین 365 روز بدون تو هم بود. آره 365 روز کلا کار آکیرا خب یا آخیرا. این آدم فکر نکن. آره یه مقدار اسمش دوستمون رو برد توی متن میگه آخیرا. شاید آره داشتم آخیرا نوشتارش یه جوری که مثلا میدونیم خیلی سلیقه‌ایه دیگه ولی خیلی هم ازش میفروشیم. یعنی بچه‌ها میان و ازش میخوان. بعضی این کتاباست که فقط مثلا یه حال معنوی خوبی بهت میده. بعد تو برای همه خودم خریدم خیلی خوب. آره مثلا نمیگم مثلا نمیخوام اصلا هیت کنم. کتابی که مثلا اینجوری باز کنی مثلا این جمله رو بخونی مثلا حالت خوب شه. من از این آدما نیستم با یه جمله حالم خوب بشه از این ادعا. معلومه همه کتاب اصلا آره من اصلا با این حال فضا حالا چقدر کتاب خوندید شما؟ خیلی زیاد بردم مثلا این 10-15 سال 10-15 سال کتاب دیگه من الان 22 سالمه. یعنی اکثر کتابایی که میفروشین میدونین داستانش. آره مثلا ما معمولا خب کارمون اینه برادر. بعد مثلا نگم مثلا این کتابای داستانی من خودم تخصصم رمان میشه رمان میخونم تا مثلا جنگ این داستانا. بعد رمان زیاد خوندم اکثر اینا هم خوندم. بعد میخوایم مثلا مشتری رو توضیح بدیم خیلی هم سخته چون تو این کتاب خوندی خیلی باید صحبت کنی در موردش. بدتر اینه که تو اینو خوندی میدونی آخرش چی میشه بعد بدون اسپویل توضیح بدی خیلی سخته. و مثلا این تو فیلم و سریال هست اما بدتر از اون تو کتابه. تو مثلا 10 ساعت رفتی کتاب خوندی 50 ساعت کتاب خوندی حالا حاصل این 50 ساعت رو میخوای به این نفر ترغیب کنی بخون مثلا اسپویل هم نشه. اسپویل هم نشه. تازه بیاد بخونه کتابو. مثلا جنایت مکافات من همین میخوام ترغیب کنم ملت این کتاب بخونن. بعد یه جوری که بدون اسپویل بخوای بگی خیلی سخته. خیلی مغازه‌داری سخت نیست مثل ردده. مثلا تو بازی کردی بعد بهش نگی اینجا شو بلدی. آره دیگه این شکلی بازی نکردم. آقایی ادامه عقبه. ردده بازی نکردی واقعا؟ پول نرم خوب سیستم داره. من PS5 پس مال کی بود؟ مال جفت نرم. آدم مایده پول نرم میام. بعد دیگه من داشتم فروختم این شکلی خوشه. کتاب مکفادن. ببین ما یه سبکی داریم به نام جنایی. پادشاه این سبکای جنایی مکفادن. آره آیتو کروسا یکی از اون خفناست. مکفادن یا فریدم من اونو چجوری بگم بیارش پایین. بخش دی بخش دی یکی از اون کتابای معروف مکفادن. خیلی ها معتقدن که این بهترین کتابشه. البته که بیان اینجا سری کتاب خدمتکارم داریم 4 تا کتابه. بعد اینم تو سبکای جناییه 4 تاش با همه 4 جلدی آره. بعد در پشت سر هم اتفاقی داستان پیوسته است. خیلی از اون ببین جناییایی که من خیلی دوست دارم. من خودم جنایی باز خیلی نیستم ولی این خیلی جوابه دیگه. کتابای زیادی میتونم بهت بگم. باز جنایی بخوای جنون مکزیکی یکی از اون کتاباست که هر جایی هم نمیتونی پیدا کنی و حالا ما دوست سختش هم داریم. آره خیلی جنون مکزیکی چیزی که الان ترنده. آخه من چه کارم؟
ما رو نکی. آقا یه چی میگه دیدم انگار خونده. آقا بعد راستی اینم بهت بگم توی کتاب فروشی و اینا ما یه مسئله داریم. ترند بازار چیه؟ مثلا دارم بهت میگم یه وقتی هست ترند بازار یه دوره‌ای بود کلا همه میومدن مرگ ایوان ایلیچ خریدن. یه بار مهران مدیری گفت زندگی من تقریبا همه اومدن مرگ ایوان ایلیچ خریدن. بعد یه دوره‌ای بود خیلی جا افتاد سال بلوا و عباس معروفی و اینا خیلی از اون خریدن. الان باز دیگه داره جا میفته مثلا جنون مکزیکی و ما به همون تب سعی می‌کنیم کتاب بیاریم. البته که ما همیشه یه سری کتابا هم داریم که کسی نمیخره ولی ما میاریم که ترغیب کنیم که بخرن. مثلا بامداد خمار یکی از اون کتاباست. یک کتاب بی‌نظیر شاهکار یکی از شاهکارهای ادبیات خودمونه. جای خالی سلوچ کتاب مورد علاقه خودم هست از محمود دولت‌آبادی یکی از نویسنده‌های بزرگ ایرانه ولی خب خیلی جوانای امروزی باش حال نمی‌کنن برای همین یکم سخت ترجمه کردنش. مثلا ما الان جای خالی سلوچ رو شاید بگم مثلا چند هفته است که نفروختیم شاید 2 هفته است که نفروختیم ولی مثلا تو حساب کن که تو رمانا مثلا کتابخونه نیمه شب مثلا همین دیروز من یادداشت فروختم زیاد فروش میره مثلا ترنده یا مثلا جنون مکزیکی ما تو این هفته 2 بار فروختیم اما مثلا جای خالی سروش میگم مثلا چند 2 هفته است که اصلا فروش یعنی سری پر میکنیم دیگه. آره مثلا ما هر هفته جمعه ها میریم باز دوباره کتاب جدید میاریم این به این شکل. بعد دیگه چرا بگم که آره یکی از نویسنده‌های محبوب دیگه هم جورج اورول. جورج اورول یه نویسنده انگلیسی حالا اسمش یه چیز دیگه بوده اصلا اسم نمادینشه جورج اورول. کتاب معروفش قلعه حیوانات که احتمالاً باید شنیده باشید. یه کتاب دیگه هم داره که خیلی بی‌نظیره 1984. کتاب 1984 یه کتاب خیلی بی‌نظیره. قلم جورج اورول یه حالتی انگار داستان سرایی میکنه توی یه فضای سیاسی. اصلا کتابش اینجوری سیاسی خشک نیست. همیشه توش یه قلب عاشقانه، همیشه داستان‌های خیلی خفنی هست. کتاب یکی از کتاب محبوب 1984شه که فکر کنم داستان این شکلیه. توی جامعه‌ای هستی بعد همه جا دوربینه یعنی تو خونه دوربینه تو آشپزخونه تو دستشویی تو همه جا همه حرکات زیر نظرشون یک کلمه اضافه تر بگی همونجا میان کتبسته میبرند به فنات میدن بعد دیگه هیچ کس نمیشه. توی همچین جامعه‌ای تو باید زندگی کنی. ببین اصلا اونجا عشق اینا اصلا سوسول بازی‌ها نیست اصلا معنی نداره. طرف میاد بهت میگه آقا تو باید فلانیو بگیری تو باید بگیریش. فقط هدف هم از ازدواج کردن صرفا تولید مثله هیچ چیز دیگه نیست به هم نداره هیچ. بعد تو اون جامعه یه نفر شخصیت اصلی کتاب عاشق میشه و این عشق باعث میشه که بخواد طغیان کنه بیام کنه. بعد حالا خیلی باحاله این آدم کجا کار میکنه اونجا یه سری شغلای جدید اومده. یکی از شغلای جدیدش اینه که مثلا بیای و تاریخو تحریف کنی. مثلا توی جنگ جهانی دوم فلان کشور برنده شد. من نمیدونم چه جنگ جهانی دوم تو ذهن من اون کتاب یه اسمش داره یه مقدار حسش میگم میدونی نگاهی سنگین شده ولی من کار ندارم باشه به خدا کار نداشته باشم من نه تو من خود فیلمشو دیدم داخل یوتیوب نداره عکسشو نشون بدی آقا فیلمشو وقتی فیلمشو دیدی دیگه اسمش هم نمیتونیم بگیم یعنی اسمش هم نه اوه باشه بذار من ببینم اما آدولف اما آدولف آره دیگه مثلا اما آدولف مثلا تاریخو تحریف میکنم مثلا اما آدولف پیروز جنگ شد مثلا آره. بعد شما الان من میدونم نشد تو میدونی نشد نوهامون که نمیدونن که اونا بعدا میان کتابای تاریخ ما رو میخونن میدونن که تحریف شده داستان این شکلیه 1984 طرف تو اونجا کار میکنه یک بند وسط این از جورج اورول دیگه یه سفر بردم روسیه یک کم رفتیم توی ایران اشغال کردیم و یک سفر هم رفتیم انگلستان بازم خواستیم میتونیم جای دیگه بریم اشغال کنیم آلمان که نگفتی ولی خب داداشم آلمان آره به اما آدولف اشاره کردیم یه اشارات ریزی اتفاق افتاد حالا خیلی سعی می‌کنیم ان شاءالله که چیز نباشه سانسور کنیم که ان شاءالله اتفاق نیفته ولی خب اینجوریه دیگه اوکی حالا عزیزم دیگه بازم سوال چیزی داری از سوال که ولی خب برای بچه‌های ما چی برای بچه‌های شما چی پیشنهاد میدی ببین نگاه پیشنهاد کتاب همیشه سلیقه‌ای اگه جنایی بازی بخش دی اگه عاشقانه بازی این داداشم باید داخل باشه نمیشه بخش دی اگه عاشقانه بازی رمان کلاسیک عاشقانه میخونی به نظرم بامداد خمار انتخاب خیلی خوبیه اگر میخوای یک کتابی بخونی که خیلی شبیه یه زندگی واقعی باشه و میخوای امید رو واقعا ببینی و زندگی سخت و جای خالی سلوچ قطعا یکی از اون کتابایی که بهت معرفی میکنم بکن زندگی در اینه که سلوچ شخصیت اصلی کتاب پدر خانواده میذاره میره و دیگه ازش اثری نیست و مادر خانواده در فقر وحشتناک دو تا بچه خودش رو به دندون میگیره و بزرگ میکنه یک چیز وحشتناک جذابیه کتابش دیگه اگر رئال میخوای این اگر عاشقانه میخوای اون اگر مثلا جنایی میخوای اون یکی اگر فلسفی میخوای
یالوم انتخاب خوبیه. البته به بچه‌ها نمیفروشن. آره به بچه‌ها نمیفروشن. اگه روانشناسی میخوای یالوم قطعا انتخاب خوبیه. فلسفی میخوای جنایت مکافات خوبه، دنیای صوفی خوبه. با دنیای صوفی خیلی مثلا داستان تاریخی در این باره است. اگر فانتزی بازی، دو جلدی فابل و همنام بی‌نظیرن و نویسنده‌شون هم ایرانیه و خیلی هم عالیه. دیگه اگر مثلا خیلی میخوای مثلا انگیزشی طور باشه، کتاب انگیزشی خوبم میخوام بهت بگم، حتما هنر شفاف اندیشیدن رو بهت پیشنهاد میکنم به عنوان یک کتاب انگیزشی که حتما بخون و زندگی اگه واقعا اهل کتاب باشی تغییر میکنه. و اسب سیاه یکی از کتابای خیلی معروفه. اسب سیاه. دو تایی که ما خریدیم که هیچی دیگه. اون دو تایی که خریدیم بستگی داره. اگه به کارتون بیاد مثلا برایان تریسی هم کتابش خیلی معروفه. البته هنر متقاعد کردن. اما کتابا بستگی داره کجا کاربرد میکنه. اگر شما آدمی هستی که بیزنس معامله کردن و ایناست که اون رو صحبت کردیم، هنر متقاعد کردن آره مثلا هنر متقاعد کردن قدرت بیان خیلی بهت کمک میکنه. اینجا شاید تو بزرگسالی به دردمون بخوره. قطعاً. ببین من اصلا اینو دارم بهت میگم، هر چقدر وقت برای کتاب بذاری سرمایه‌گذاری رو خودته. چه رمان، چه کتابای توسعه فردی، چه کتاب داستانای بچگونه، همش توسعه فردی برای خودته. بعد دیگه اینجوری بهت پیشنهادم ایناست، اگر تو کار بیزنس و اینای شیوه گرگ بی‌نظیر اگه نخوندی حتما بخون. و آره اگه حس معنوی و اینا هم داری، کتاب یه بهتریناش از کار آخیراست و آره 365 روز که استفاده کنید. این شکلی ازم دیگه بچه‌ها آخرش هم که می‌دونیم باید چیکار کنین، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. بچه‌مون حمایت کنید، بچه گلی هم به خدا. آقا بگم کتاب خونم وقت گذاشتی برامون. قربون سلامت باشی، کتاب خون باشین، سبز و مانا. راستی پیج ما هم دنبال کنیم، بارانا بوک. نه حتما دنبال داشته باشید. حتما. اینو بذاری حتما. چشم. می‌بینمت. دمت گرم. آقا فعلا خدا نگهدار. بریم چه؟ ویدیو ما که دیدین آقا دانیال تریکون. آره بچه‌ها یه لحظه اینو من بچه‌ها وقتی دو تا آدم بیشعور با یه آدم با شعور آجی خیلی اصلا من حرفاشو متوجه نشدم. وقتی که ما با اون صحبت کردیم انگار آجی احساس میکنم خیلی چیزم الان خیلی میفهمم. آره انگار یه دانشمند داره بعد دو تا گاف بازی می‌کنه اینطوری فهمی. آره اینطوری دقیقاً همون شکلی بود الان. و ما داریم میریم به ویدیو جدید باید ثبت کنیم. این برای ویدیو بده زحمت داریم میکشیم بابا، زحمت داریم میکشیم. لایک بکن این چیه این داری ها این داری هم دارم. آره بازم بچه دارتون گریم ویدیو هم بیاین لایک کامنت سابسکرایب تنگوله حتما که باید انجام بده. عشقای من خوشتون اومد صاف کنید، خوشتون هم نمیاد فدا سرتون. شایان ببری تو کامنت ها. آره من ببری هم داشت موها هم چند وقت دیگه اینا نیسته. آره تقریبا 2 روز دیگه زده میشه اینا. سربازی؟ نه مدرسه. سربازی بدتر. آقا بچه ها ما که رفتیم فعلا.